روزی روزگاری کدخدا آقا فرفر را روانه فرنگ کردندی تا به دست و پای فرنگ آبادی ها بیفتندی و شاید دری به روی کدخدا باز شوندی. اما فرفر چرا به این حال و روز افتاده ای؟ مگر فرنگ آباد نبودی؟ پس چرا انگار از دهان گاو بیرون آمده ای؟ ای کاش به دهان گاو میرفتم ولی به فرنگ آباد نمیرفتمی. چرا؟ مگر در فرنگ تو را به آغوش نکشیدندی؟ آغوش کجا بود کدخدا؟ دهانمان را آسفالت نمودندی. فرفر بگو ببینم دستاوردت در این سفر چه بودندی؟ املت گوجه. نگفتم در فرنگ آباد چه نهاری خوردی، گفتم دستاوردت از سفر را بگو. کدخدا آقا من هم دستاوردم را گفتندی. بفرمایید. اهالی فینیتو در فرنگ آباد با تخم مرغ گندیده و گوجه لهیده از ما پذیرایی کردندی. فرفر برو بیرون، فرفر برو بیرون، فرفر برو گم شو، فرفر برو گم شو. اشکال ندارد، مهم این است که مقامات فرنگ به تو پناه دادندی. ای بابا کدخدا آقا تو هم شوتیا. کدام پناه؟ ما را سنگ روی یخ کردندی. ما هیچ کس را از فینیتو دعوت نکرده بودیم، خودشان را دعوت کردندی. گذشت آن زمان که فرفر تو فرنگ آباد با لیدی 8 تن و 5 تن صبحانه کاری میخوردندی. حالا باید املت گندیده کوف کنندی. دم اهالی فینیتو هم